سلام به همگی، به بررسی دقیق امروز ما خوش اومدید. امروز میخوایم وارد یه موضوع خیلی حساس و خب راستش تکان دهنده بشیم. دقیقاً. موضوع سیستم‌های کشتار خودکاره. بله، و به طور خاص میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به اینکه چطور ممکنه از هوش مصنوعی برای هدف قرار دادن و حذف ابوعبیده سخنگوی حماس استفاده شده باشه. یه جور شبیه سازی بر اساس اطلاعاتیه که منتشر شده. امروز 2 سیستم مشخص رو بررسی میکنیم، لوندر و ورز ددی. اسمای عجیبی هم دارن انصافاً. آره، واقعاً. اینا فناوری‌هایی هستن که خب ادعا میشه کلاً بازی شناسایی و هدفگیری رو عوض کردن. تمرکز اصلی ما هم روی اون نقطه تلاقی ترسناک بین دقت الگوریتمی این سیستماست و البته پیامدهای انسانی فاجعه‌بارشون. و منابعمون هم شامل توضیحات فنی دقیق این سیستماست و یه شبیه سازی جزئی نگر از عملکردشون توی همین ماجرای ابوعبیده. و هدفمون اینه که بفهمیم این ماشینای کشتار چطور کار میکنن، نقششون توی جنگ‌های امروزی چیه و مهمتر از همه چه سوالهای اساسی رو پیش میکشن وقتی پای حذف قضاوت انسانی از تصمیمای مرگ و زندگی وسط میاد. خب از کجا شروع کنیم؟ فکر کنم لوندر نقطه شروع خوبیه. آره، موافقم. لوندر. این اسم رمز چیه دقیقاً؟ ببین، لوندر اسم یه سیستم هوش مصنوعیه که طراحی شده تا به طور خودکار اعضای عملیاتی حماس و جهاد اسلامی فلسطین رو شناسایی کنه. یعنی عملاً لیستای کشتار تولید میکنه. لیست کشتار تولید شده توسط هوش مصنوعی. خب بیا یکم بازش کنیم. چطور این شناسایی رو انجام میده؟ یعنی چه داده هایی رو استفاده میکنه؟ اینجاست که ابعاد قضیه یکم ترسناک میشه. لوندر با تحلیل حجم واقعاً عظیمی از داده‌های جمع‌آوری شده کار میکنه. حجم عظیم؟ مثلا چی؟ مثلا اطلاعات سیگنالی یا همون سیگینت، یعنی شنود تماس‌ها، پیام‌ها، ارتباطات رادیویی، بعد اطلاعات انسانی یا هیومینت که از عوامل و منابع میدانی میاد. خب اطلاعات تصویری یا ایمنت از ماهواره‌ها و پهپادها و حتی اطلاعات منابع باز یا اوسنت که از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری میشه، همه اینا رو میریزه توی سیستم. همه اینها حجمش چقدر میشه دقیقاً؟ مثلا برای غزه چه داده‌های مشخصی رو بررسی کرده؟ ببین، منابع به تحلیل داده‌های حدود 2,300,000 شماره تلفن توی غزه اشاره کردن. 2,300,000؟ این تقریباً یعنی کل جمعیت بزرگسال اونجا. دقیقاً، یعنی نظارت تقریباً کامل. سیستم به لیست کامل مخاطبین افراد نگاه میکنه، به فراداده‌های مکالمات. فراداده یعنی چی؟ یعنی مثلا کی با کی تماس گرفته، چقدر طول کشیده، از کدوم منطقه جغرافیایی تماس گرفته شده. حتی به الگوهای دقیق جابجایی افراد بر اساس داده‌های GPS گوشیشون هم نگاه میکنه. وای، این یعنی ردگیری تمام عیار از زندگی مردم. چطور از این اقیانوس داده یه نفر رو پیدا میکنه؟ تشخیص الگو چطوریه؟ نکته کلیدی همینه. سیستم دنبال الگوهای رفتاری و ارتباطی خاص میگرده. مثلا تماس‌های مکرر با اعضای شناخته شده حماس. یا ملاقات‌های فیزیکی توی مکان‌های مشخص مثل دفاتر حماس یا پایگاه‌های نظامیشون. استفاده از کلمات کلیدی خاص توی پیام‌ها یا الگوهای حرکتی که نشون میده طرف داره میره سمت یه نقطه نظامی حساس و بعد به این رفتارها امتیاز میده. دقیقاً. هر کدوم از این رفتارها یه امتیازی میگیره. مثلا فرض کن تماس با یه عضو شناخته شده حماس 50 امتیاز مثبت داره. 50 امتیاز؟ یعنی با یه تماس نصف راهو رفتی؟ تقریباً. سیستم این امتیازها رو برای هر فرد جمع میکنه. اگه امتیاز کلیه یه نفر از یه حدی مثلا 100 بالاتر بره، اون فرد علامت گذاری میشه به عنوان هدف قابل کشتن و اسمش میره توی لیست لوندر. عجب. پس فراداده ها نقش حیاتی دارن واقعا. چه نوع فراداده هایی بیشتر زیر نظرن؟ ببین، فراداده ها مثل خون تو رگ‌های این سیستم میمونن. زمانبندی، مدت، تکرار، مکان تماس ها و پیام ها خیلی مهمه. الگوهای استفاده از اپلیکیشن ها مثل واتساپ، تلگرام، سیگنال، فعالیت تو شبکه‌های اجتماعی، همه اینا تحلیل میشه. یعنی فقط ارتباطات نیست، حرکت ها هم هست؟ آره، هوش مکانی یا GOINT هم خیلی مهمه.
الگوهای روزانه، خونه، کار، مسجد، حضور تو تجمعات مشکوک، نزدیکی فیزیکی به نقاط نظامی، تغییرات ناگهانی توی رفتارهای عادی یا حتی اینکه یه نفر سعی میکنه از یه سری مناطق خاص دوری کنه، همه اینا میره تو محاسبات. و اینجاست که پای یادگیری ماشین وسط میاد، درسته؟ که این همه اطلاعات رو پردازش کنه؟ دقیقاً. سیستم از الگوریتم‌های یادگیری ماشین به خصوص شبکه‌های عصبی استفاده میکنه. این الگوریتم‌ها میتونن روابط پنهانی رو توی داده‌ها پیدا کنن که شاید چشم انسان نبینه. الگوهای جدید رو با الگوهای شناخته شده مقایسه میکنن، رفتارهای غیرعادی رو تشخیص میدن. و در نهایت چی؟ یه عدد میدن؟ آره، در نهایت یه امتیاز احتمال میدن برای عضویت فرد تو اون گروه هدف، سطح خطرش چقدره و اولویتش برای هدفگیری چیه. خب حالا سوال اصلی، چقدر این سیستم واقعا دقیقه؟ ادعاشون چیه و چقدر خطا داره؟ ادعای رسمی که توی منابع اومده دقت 90% توی شناسایی اعضای سطح پایین حماس. 90%؟ بله. و میگن که زمان تحلیل رو تا 90% نسبت به روش‌های انسانی کم میکنه و روزی میتونه 100,000 تا پروفایل رو پردازش کنه. 100,000 پروفایل در روز. سرعتش فوق‌العاده است، ولی اون 90% دقت. خب یعنی 10% خطا وجود داره تا اگه اون 90% واقعا درست باشه. وقتی پای مرگ و زندگی وسطه، این 10% خیلی ترسناکه. دقیقاً. این یکی از بزرگترین مشکلاته. احتمال بالای چیزی که بهش میگن نتایج مثبت کاذب، false positives. یعنی چی؟ یعنی سیستم ممکنه آدمای عادی و غیر نظامی رو اشتباهی به عنوان هدف شناسایی کنه. فکر کن یه کارمند خیریه، یه خبرنگار، یه دکتر، اینا به خاطر کارشون با آدمای زیادی در ارتباطن، شبکه ارتباطیشون گسترده است. خب الگوریتم ممکنه همین ارتباطات زیاد رو به عنوان رفتار مشکوک تشخیص بده و طرف رو اشتباهی علامت بزنه. وای چه خطری. علاوه بر این بحث خطاهای سیستماتیک هم هست. مثلا ممکنه الگوریتم ها ناخواسته نسبت به مردای جوون سوگیری داشته باشن یا یه سری مناطق جغرافیایی خاص رو بیشتر هدف بگیرن. و بدتر از اون چیه؟ بدتر از اون مفاهیم نگران کننده‌ای مثل گناه به واسطه ارتباط یا مجازات اجتماعیه. یعنی ممکنه آدم‌ها فقط به خاطر اینکه فامیل یا دوست یه هدف هستن خودشون هم در خطر بیفتن. این ترکیب کارایی ادعایی و این خطرات واقعی واقعا وحشتناکه. خب فرض کنیم لوندر یه نفر رو شناسایی کرد. این تازه اولشه. چطور پیداش میکنن؟ اونم وقتی که شاید تو آسیب پذیرترین حالتشه. گفتی یه سیستم دیگه هم هست، Where's Daddy. این دیگه چیه؟ اسمش که خیلی عجیبه. آره، اسمش واقعا تکان دهنده است. سیستم Where's Daddy مکمل لوندر حساب میشه. وقتی لوندر یه نفر رو به عنوان هدف با اولویت بالا شناسایی کرد، Where's Daddy میاد وسط که اون هدف رو ردیابی کنه. اما با یه تمرکز خیلی خیلی خاص. چی تمرکزی؟ پیدا کردن و هدف قرار دادن اون فرد زمانی که تو خونشه. تو خونه؟ چرا تو خونه؟ معمولا نمیگن حمله تو خونه تلفات جانبیش کمتره؟ این توجیه معمولا مطرح میشه، بله. ولی شواهد و تحلیل هایی که تو منابع هست چیز دیگه ای رو نشون میده. به نظر میرسه هدف اصلی در عمل افزایش تأثیر روانی حمله است. افزایش تأثیر روانی؟ چطوری؟ با هدف قرار دادن فرد زمانی که احتمال حضور حداکثر اعضای خانواده‌اش کنارش بیشتره. وای خدای من، این وحشتناکه. چطور این کارو میکنه؟ یعنی چطور خونه و خانواده رو پیدا میکنه؟ اول باید خونه هدف رو با اطمینان بالا شناسایی کنه. این کار با ترکیب چند تا روش انجام میشه. یکیش روش خوشه‌بندی داده‌های GPS. GPS کلاسترینگ؟ یعنی پیدا کردن نقطه‌ای که داده‌های مکانی طرف به خصوص شبا اونجا جمع میشه. آها. تحلیل الگوهای حضور شبانه، ردیابی سیگنال موبایل همسر و بچه‌هاش اگه شناسایی شده باشن و تحلیل روتین‌های خانوادگی مثل ساعت شام خوردن یا خوابیدن هم به این شناسایی کمک میکنه. خب خونه رو پیدا کرد، بعد چطور زمان حمله رو تعیین میکنه که خانواده هم باشن؟ سیستم سعی میکنه همسر و بچه‌ها رو هم شناسایی و ردیابی کنه. از طریق فرادادهای موبایلاشون، الگوهای رفت آمد به مدرسه، البته اگه جنگ نباشه، الگوی خرید یا حتی نوبت‌های دکترشون.
بعد با همه اینا چی کار میکنه؟ همه این داده ها رو ترکیب میکنه، موقعیت هدف، موقعیت خانواده، الگوهای زمانی حضور و بعد الگوریتم یه چیزی به اسم پنجره بهینه حمله یا Optimal Strike Window رو محاسبه میکنه. و نکته ترسناکش اینجاست که نکته کلیدی و خیلی نگران کننده اینه که شواهد میگه این پنجره عمدن طوری انتخاب میشه که حد اکثر حضور خانواده تضمین بشه. مثلا ساعت 2 تا 5 صبح که همه خوابن یا وقت شام. این یعنی هدف قرار دادن خانواده یه استراتژی حساب شده است، نه یه اشتباه یا تلفات جانبی ناخواسته. غیر قابل باوره. بسیار خوب، حالا که با این دوتا سیستم ترسناک آشنا شدیم، بیا بریم سراغ اون شبیه سازی که گفتی. شبیه سازی هدفگیری ابوعبیده، سخنگوی گردانهای قسام. اسم واقعیش حذیفة الکهلوت بود و اولویتش هم آلترا های، یعنی خیلی بالا. این شبیه سازی چی میگه؟ دقیقاً. شبیه سازی با مرحله جمع‌آوری اطلاعات شروع میشه که طبق گزارش‌ها حدود 18 ماه طول کشیده. 18 ماه؟ بله، 18 ماه ردگیری مداوم. تو بخش سیگنت الگوهای تماس ابوعبیده رو تحلیل کردن. تماس‌های عملیاتیش معمولاً کوتاه بوده، نامنظم با رمزگذاری شده با فرمانده‌های بالا رتبه مثل سینار یا زیف. خب تماساش برای هماهنگی رسانه‌ای با شبکه‌های مثل الجزیره یا الاقصی و تماس‌های خانوادگیش که الگوی منظم‌تری داشتن هم تحلیل شده. و از نظر مکانی چی؟ ژئوئینت چی پیدا کرد؟ ردیابی GPS با دقت خیلی بالا انجام شده، در حد 3 تا 5 متر خطا. محل اصلی زندگیش توی آپارتمان تو محله الریمال غزه شناسایی شده. الگوهای حضورش تو خونه نامنظم بوده ولی تا حدی قابل پیش بینی. مثلا شبا حدود 70% احتمال داشته خونه باشه، بعد از ظهرها 40%. جای دیگه‌ای هم میرفته؟ آره، مکانهای عملیاتی دیگش مثل استودیوی رسانه‌ای مخفی یا محلهای ملاقات امنش هم شناسایی شدن. خب با این همه اطلاعات جمع شده طی 18 ماه، لوندر به چه امتیازی برای ابوعبیده رسید؟ اینجاست که قدرت پردازش الگوریتم معلوم میشه. لوندر با تحلیل بیشتر از 200 تا ویژگی مختلف، الگوهای ارتباطی، رفتارهای مکانی، جایگاهش تو شبکه فرماندهی حماس، تحلیل محتوای حرفاش، ارزش کلی هدف، به امتیاز 92.7% برای ابوعبیده رسید. 92.7%. تقریباً مطمئن بودن پس؟ بله، مخصوصاً امتیازش تو بخش‌های تماس مستقیم با رهبری 9.9/1 و تأثیر رسانه‌ای 9.9/1 خیلی بالا بوده. خب بعد از این امتیاز بالا نوبت ورز ددی شد که مکان دقیقش رو برای حمله پیدا کنه. دقیقاً. ورز ددی اول پروفایل خانواده‌اش رو کامل کرد. همسرش فاطمه 34 ساله و 3 تا بچه‌شون، احمد 8 ساله، مریم 6 ساله و عمر 4 ساله. الگوهای روزانه‌شون چی بود؟ تحلیل شد که همسرش عمدتاً خونه بوده و بچه‌ها هم به خاطر جنگ و تعطیلی مدرسه‌ها خونه بودن. الگوریتم احتمال حضور همزمان همه اعضای خانواده تو ساعت‌های مختلف شبانه روز رو محاسبه کرد. و روز عملیات چی؟ نظارت لحظه‌ای چطور بود؟ طبق گزارش شبیه سازی روز 30 آگوست سیستم‌ها وضعیت رو لحظه به لحظه چک می‌کردن. سیگنال موبایل همسرش تو آپارتمان شناسایی شد. حتی میگن صداهای بچه‌ها از طریق سیستم‌های شنود اطراف شنیده شده. حدود ساعت 6:45 عصر برگشت خونه و تا حدود 11:15 شب خونه آروم بوده و سیگنال‌های حیاتی از داخل آپارتمان دریافت می‌شده. درست تو همین لحظه سیستم ورز ددی وضعیت رو چی ارزیابی کرد؟ بهینه حداکثر حضور خانواده. یعنی سیستم عملاً صبر کرد تا مطمئن بشه همه خونه هستن. خب امتیاز بالا، خانواده‌ام خونه. تصمیم نهایی برای حمله چطور گرفته شد؟ اصلا کسی به جزئیات نگاه کرد؟ اینجا میرسیم به یه چیزی به اسم ماتریس تصمیم گیری حمله. این ماتریس چند تا عامل کلیدی رو به صورت عددی بررسی میکنه. اول تایید هدف که با امتیاز بالای لوندر و تایید موقعیت توسط ورز ددی امتیاز 89% گرفت. خب دوم چی؟ دوم ارزیابی تلفات جانبی یا CDE. اینجا سیستم پیش بینی کرد که بین 8 تا 15 غیر نظامی تو این حمله کشته میشن. صبر کن.
سیستم پیش بینی میکنه تا 15 نفر ممکنه کشته بشن و این فقط یه عدد تو محاسباته؟ بله. و نکته تکان دهنده ترش اینه که این میزان تلفات، چون ابو عبیده یه هدف رده 1 بود، یعنی خیلی مهم، با یه نسبت از پیش تعیین شده داخلی 15 کشته غیر نظامی به ازای یه هدف نظامی قابل قبول تلقی شد و این بخش امتیاز 67% گرفت. 15 کشته غیر نظامی قابل قبول برای کشتن یه نفر؟ این دیگه خیلی فراتر از تصوره. بقیه عوامل چی بودن تو اون ماتریس؟ عوامل عملیاتی مثل آب و هوا، آماده بودن هواپیما و بمب مناسب 96%، زمانبندی استراتژیک برای بیشترین تأثیر روانی و رسانه‌ای 91% و توجیه قانونی هم که ارائه شده بود 71%. و امتیاز نهایی ماتریس چند شد؟ امتیاز کلی شد 83.4% که منجر به توصیه اجرای حمله توسط خود هوش مصنوعی شد. و نقش انسان چی بود؟ کسی این توصیه رو بررسی کرد؟ این یکی از بحث برانگیزترین نکات ماجراست. میگن بازبینی انسانی این توصیه ماشینی به طور متوسط فقط 47 ثانیه طول کشیده. 47 ثانیه؟ بله. بعد از این بازبینی فوق‌العاده کوتاه، زنجیره تایید تا مقامات بالا، حتی تا سطح وزیر دفاع رفته و دستور حمله صادر شده. 47 ثانیه، این که بیشتر شبیه مهر زدن پای یک کاغذ تا بررسی و قضاوت واقعی. انگار انسان فقط یه ناظر نهایی شده توی فرایند کاملا اتوماتیک. حمله چطور انجام شد؟ یه جنگنده F-35HI با استفاده از یه بمب هدایت شدنده دقیق به اسم GBU-39 SDB طبقه سوم گوشه شمال غربی آپارتمان ابو عبیده تو محله الریمال رو هدف گرفت. زمان دقیق اصابت هم ثبت شده 23.47.45B و نتیجه ارزیابی خسارت بعد از حمله یا BDA چی نشون داد؟ BDA نشون داد که هدف اصلی یعنی ابو عبیده با قطعیت خیلی بالا 99.9% حذف شده. و تلفات جانبی؟ همسرش فاطمه و هر سه تا بچهشون احمد، مریم و عمر کشته شدن. علاوه بر خانواده 5 نفرشون 8 نفر دیگه از همسایه ها تو همون طبقه و 3 نفر تو طبقه پایین هم کشته شدن. یعنی جمعاً چند نفر؟ مجموعاً 15 کشته غیر نظامی و 23 زخمی فوری. دقیقاً همون عدد بالایی که خود سیستم پیش بینی کرده بود، 8 تا 15 نفر.